بچه ها امشب میتونید کلتون رو از زیر پتو بیاریم بیرون، چون بخاری گازی رو تا صبح روشن میذارم بمونه. خدا از بزرگی کمتون نگونه آقا صفتر. الهی دست به خاکستر میزنی جواهر بباره ایشالله. آقا جان فقط مأمور گاز دیروز آمد گفت این دفعه کنترلتان دستکاری بکنین میام کلا گازتان قطع میکنم. بی خود کرده. اصلا او از کجا میدونه من دستکاری کردم؟ از اونجایی که موقع نوشتن عدد کنترل دید باید روزی 50,000 تومنم به ما بده. آخه خب پدر من حداقل عدد منطقی دستکاری میکردی. قبض پدرشون میخواستن پول قبض گاز رو 3 برابر نکنن. فقط یه قلم از چایشون 3 میلیارد دلار اختلاس میکنن، صدای هیچ کدومشون در نمیاد. بعد ما فقیر فقرا یه عدد 9 کنترل رو سیو میکنیم تا ته بیت ولایتشون خبردار میشه میخوان گاز ما رو قطع کنن. اون وقت تو هم مثل ماس وایستادی نگاش کردی ها؟ آقا جان میخواستی چی بگم؟ من که حرفش قبول نکردم، فقط صبر کردم که بذاره بره. بعضیام میان سنگ صبور باشن ولی بیشتر مثل سنگ کلیان. باشه آقای صبور، فقط یادت نره صبح اول وقت بری نون تازه بگیری برای صبحونه، شاید برای یه کار به درد بخوری. صبح اول وقت تو زمستان برم نان بگیرم؟ کله صبح کی میتونه از جا کنده بشه؟ به نظرم شبا قبل از خواب یه مشت ارد بباش رو دوشه گرد بلکه صبح راحتر کنده بشی. مگه خمیره؟ بلا نسبت خمیر. همه بچه بزرگ کردن، ما هم بچه بزرگ کردیم، کلی خرج و مخارج لیسانس گرفتنش کردیم، آخرش بیکار افتاده گوشه خونه، باید در حد نون گرفتن ازش بهره برداری کنیم. آقا جان آخوندا مگه کار گذاشتن توی این مملکت بمونه؟ دکترش هم الان بیکاره. خب بگی من چه کار بکنم؟ خب حداقل مهاجرت کن، برو خارج پول بفرست. بابا مشکلات من دیگه با مهاجرت حل نمیشه، باید از اول خارج به دنیا بیام. میگم حداقل شانست امتحان کن، یه بلیت بخت آزمایی چیزی بگی، شاید قرعه کشی شد اسمت درآمد. شانس؟ من اگه سیگارم بودم همون نخی میشنم که اشتباهی از ته روشن میشد. دلت خوشه ها، من فقط یه بار تو قرعه کشی برنده شدم که اونم یه شب مهمان داشتیم، بعد شام آقا جان قرعه کشی که سر اینکه کی ظرفا رو بشوره اسم من در آمد. همون روزی که 2 بشقابو شکستی؟ ای کاش میمردم و قرعه کشی نمی کردم که تو بری ظرفا رو بشوری. ای روزگار، من اگه شانس داشتم توی دنیای بزرگ وسط ای آخوندا به دنیا نمی آمدم. بابا مثل من امید داشته باش، من همیشه چشمم به در خونه است و منتظرم که شانسمون در بزنه بیاد تو. نگاه کن، منتظر نباش، زیادم بشینی به در نگاه بکنی اسرائیل بیاد تو. بهتون پیشنهاد میکنم بچه ها به جای نشستن و انتظار کشیدن بلند شیم یه تکونی به خودمون بدیم و عامل بدبختیمو تو این مملکت رو ریشه کن کنیم. ای گل گفتی آقا جان. خودم میدونم